تمام نکاتی که در تدریس نشانه ب باید بدونید. درود، من الهام بقایی هستم. به کانال معلم شو خوش اومدید. برای تدریس نشانه ب، چون این نشانه رو بچه‌ها توی جشن آب دیده بودن، یعنی از قبل باهاش آشنا هستن و قبلا توی تدریس نشانه آ براتون توضیح داده بودم که هدف معرفی آ اول و آ غیر اوله، اما بچه‌ها همزمان ب رو هم خواهند دید. میتونیم از توی تزیینات و اینها ازش استفاده کنیم. توی کلمه آب دوباره به آخر رو میبینن، بنابراین این شکل براشون آشناه. و اینکه چون همشون میپرسن که قرار نشانه بعدی چی باشه، همه میدونن که ما قرار راجع به نشانه ب صحبت کنیم. پس الان منتظر چیان؟ منتظر یه داستانن. مهمترین چیزی که راجع به داستان‌ها وجود داره و من خیلی دقت کردم توی پیج‌های مختلف، اینه که بعضی وقتها واقعا این داستان‌ها عجیبن، یعنی هیچ هدف خاصی پشت سرشون نیست، هیچ آموزنده نیستن، نکته اخلاقی توش نیست، هیچ چیزی که به عنوان نماد بخواد تو ذهن بچه بمونه نداره، فقط صرفا یه داستانی رو تعریف میکنه که بگیم داستان ب رو گفتیم، یا اینکه یه شعری خونده میشه که فقط معرفی بشن این دوتا نشانه و بعد این شعر برای همیشه از یادها میره، چون یه شعر طولانیه و من بهتون گفتم شعرهای طولانی برای یک بار دو بار خوبن، اما برای اینکه هی بخوان استفاده بشن و بگیم فقط همین، نه، اصلا کاربردی ندارن، چون بچه‌ها اصلا این شعرها رو حفظ میکنن. پس همیشه قبل از اینکه یه نشانه رو تدریس کنین، اول یه سرچی بزنین ببینین بقیه چه داستانهایی دارن. همون داستانها رو اگر تونستید تغییری بدین نسبت با توجه به وضعیت کلاستون، تونستید داستان رو بروز کنید، داستان رو جالب کنید برای بچهای کلاس با توجه به ویژگی‌ها و شخصیت‌ها و مدل بچه‌ها و کاراکترهایی که توی کلاستونه، اگه میتونید تغییرش بدید که چه بهتر. اگه نتونستید داستانی پیدا کنید، به این فکر کنید که این نشانه ب تو اول چه کلماتی هست، شاید بتونید با وصل کردن اون کلمات به همدیگه بتونید یه داستانی رو بسازید. شعرها رو بخونید ببینید شعرها یا توش داستانی نهفته داره یا نه، و در نهایت داستانی رو انتخاب کنید که من همیشه برای معرفی نشانه ها داستانم رو حتما توی ویدیوها خواهم گذاشت. شما میتونید از داستان من استفاده کنین یا با کمی تغییر جور دیگه ای ارائهش بدید. از اونجایی که من همیشه دوست دارم پشت هر داستانی که تعریف میکنم یه چیز آموزنده باشه، یا حداقل یه طنز جذابی که همیشه تو ذهن‌ها بمونه داشته باشه، یه حرفی برای گفتن داشته باشه و یه طوری بشه که این نشانه حداقل تا آخر سال یاد بچه‌ها بمونه با این داستان. بنابراین نشانه ب رو من ربط میدم به اینکه آدم‌ها باید خودشون رو همونطور که هستن دوست داشته باشن. این یکی از نکات اجتماعی و یکی از مشکلات فرهنگی ما آدم‌هاست که هیچ وقت از خودمون راضی نیستیم. هیچ وقت اعتماد به نفس نداریم، عزت نفس نداریم. هیچ وقت از بدن و چهره خودمون راضی نیستیم. همیشه خدا کمبود تو خودمون احساس می‌کنیم. به خاطر همینه که خیلی زیاد آدم‌ها به سمت عمل‌های جراحی و دستکاری خودشون میبرن و حتی شاید هیچ وقت قشنگ‌تر هم نشن. بنابراین این حس ناکافی بودن، این حس بد بودن، زشت بودن، متفاوت بودن، یا حتی داخل کلاس ممکنه بگه چشمای من چون رنگش با بقیه فرق داره من زشتم، رنگ موهای من چون با بقیه فرق داره من زشتم، من چون عینک میزنم زشتم. هر کدوم از این تفاوت‌ها رو یه زشتی خودشون ببینن و همش بخوان این رو دستکاری کنن. نشانه ب ما هم این داستانش رو از همینجا به الهام گرفته. نشانه به نشانه بوده که هیچ وقت از این نقطه‌ای که زیرش داره یا همون خالش راضی نبوده. هیچ وقت خدا دوست نداشته این خال رو داشته باشه. بنابراین وقتی که هنوز من نیومده بودم سر کلاس، تصمیم میگیره به پاکن بگه که این نقطه رو برای همیشه پاکش کنه. پاکن بهش میگه که تو همینطوری خیلی خوشگلی و همه تو رو اینطوری میشناسن. پارسال ما تو رو همینطوری یاد دادیم، پیارسال همینطوری یادت دادیم، توی کتابا همین شکلی بودی، ولی خب میگه نه، من میخوام امسال یه زندگی جدید و متفاوت شروع کنم و بهتره که خال من برداشته بشه. بنابراین پاکن کمکش میکنه و خال برداشته میشه. اما وقتی معلم میاد سر کلاس و پای تخته میبینتش، میگه مگه ما لوحه ها رو درس ندادیم؟ این لوحه چی میگه دیگه پای تخته؟ تا میاد پاکش کنه که بره درس جدید رو بده، شروع میکنه به صحبت کردن که منم دیگه، منم، چرا منو پاک میکنی؟ منم نشانه جدید منم. ولی معلم میگه نه، تو نیستی، نشانه جدید ما، ما که این شکلی نبود، یه خال خیلی خوشگل داشت.
خلاصه از ب اصرار و از معلم انکار، چون معلم میگه تو شبیه همون لوحه‌هایی هستی که هیچ معنی نداشتن، یه شکل معمولی بودن، بچه‌ها مینوشتن، بچه‌ها قبلا تو رو نوشتن و کاملا بلدن. من الان ب رو لازم دارم چون میخوام که حسابی با کلمه‌های جدید بسازه. به خاطر همین دیگه هی با هم کل کل میکنن. معلم بهش میگه، براش توضیح میده، میگه و تو باید همونطوری که هستی باشی، نباید تفاوت داشته باشی. همه ب رو به این شکل میشناسن، تو رو با اون خال قشنگت میشناسیم، چرا از خودت راضی نیستی؟ تو که انقدر قشنگ بودی. بعد میتونیم با همون ب شکلهای مختلفی رو بسازیم. ب مثلا شبیه این میشه، شبیه اون میشه. تنوع اینها انقدر زیاده که منم براتون نمونه میذارم، ولی خب تنوعش خیلی زیاده. ببین چه شکل قشنگی میشه با همین خال قشنگت گذاشت. از بچهای کلاس نظر میخوایم، مگه نه بچه‌ها؟ هر کسی همونطوری که هست باید خودش رو دوست داشته باشه. و بچه‌ها اینجا خودشون شروع میکنن به صحبت کردن. خانم مامان من یه خالی داره، خالش رو خیلی دوست داره. خانم مثلا مامان من دماغش رو عمل کرد، آخه دماغش رو دوست نداشت. خانم من مثلا اینجامو خیلی دوست دارم، اونجامو خیلی دوست دارم. نمیدونم من اصلا دوست ندارم موهامو کوتاه کنم، من دوست ندارم موهام بلند کنم. هر کسی شروع میکنه از خودش تعریف کردن و این خیلی احساس خوبی میده. معلم باید به تک تکشون بگه شما چقدر خوشگلید. اگه همه آدمای دنیا یه شکل بودن که دیگه قشنگ نبود. فکر کن همه مثل من بودن، چقدر تکراری بود دنیا. اما همین تنوع رنگ مو، رنگ چشم، چاقی، لاغری، عینکی بودن، نبودن، همین تفاوت هاست که دنیا رو قشنگ میکنه. مثل گلا، مثل درختا، اگه همشون مثل هم بودن که تکراری بود. همین تنوعش باعث شده که دنیا اینقدر قشنگ بشه. خلاصه همینطور که با بچه‌ها شما پرسش و پاسخ دارید، به هم راضی میشه که برگرده به همون شکلی که بود. پس معلم کمکش میکنه، مداد رو برمیداره و این نقطه رو براش میذاره. اولین نشانه‌ای که نقطه داره، اولین نشانه‌ای که پایینش نقطه داره. اصلا بچه‌ها نمیدونستن که نشانه‌ها نقطه دارن، بنابراین تاکیدمون روی نقطه بود و به عنوان خال الان بعد از این داستان بچه‌ها میشناسنش. بعد از اینکه داستان تموم شد، دوباره کلاس رو ساکت میکنیم و شروع میکنیم راجع به اینکه این نشانه 2 تا شکل داره. به غیر آخر، به آخر. راجع به اسمش صحبت میکنیم، میگیم بچه‌ها ببینید این به آخر، اینی که درازو کشیده است روی خط زمینه، در پارکینگشو بسته، از 2 طرف اصلا دستش دراز نیست، اصلا دوست نداره دیگه به کسی دست بده، واسه همین همیشه آخر میاد. آخر میاد همیشه، به غیر از این نمیشه. تو شهرک الفبا هر کی به جای خیشه. بنابراین اصلا دستش دراز نیست که کسی بیاد، پس همیشه میره آخر کلمه میشینه. چون آخره اسمش به آخره. پس اون یکی اسمش چیه؟ از خود بچه‌ها کمک بخوایم، بذارین چالش بیفتن، چون اون موقع میدونن که اون آ اول بود، اون آ غیر اول بود. حالا این به آخره، پس این یکی به غیر آخره. همه جا میاد به غیر از آخر و اینطوری اسمها رو یاد میگیرن. خب اینجا که با نشانه آشنا شدن، الان دیگه نوبت جدول ترکیب یا جدول دوستیه. ما جدول دوستی رو میکشیم، به بچه‌ها میگیم بچه‌ها قبلا راجع به صحبت کردیم که تمام کشیدنی‌ها بالا نشینن، بالا جدولین و تمام پرت کردنی‌ها پایین نشینن و پایین میشینن. روی دیوار کلاسمون هم که معمولا این جدول الفبا هست که اون 6 تا کشیدنی‌ها بالان، معمولا با رنگ قرمز نشون داده میشن و بقیه نشانه ها پایینن، پایین نشینن، چون پرت کردنی هن. میگیم توی جدول دوستی که امروز میکشیم هم همین اتفاق میفته. کدوم یک از اینا کشیدنی هن؟ میگن آ. پس آ رو میذاریم بالا، بالای جدول دوستی. اگر راجع به رسم جدول دوستی سوال دارید، حتما ویدیوی مربوط به جدول دوستی رو ببینید. آ که با هر 2 تا شکلش بالای جدول نشست، حالا پایین جدول نوبت ب. کدوم ب؟ همون بی که دستش درازه، به غیر آخر. چون به آخر که اصلا نمیخواد به کسی دوست بشه، به کسی دست بده، پس اصلا نمیاریمش اینجا. اونی که میخواد دوست بشه رو میاریم توی جدول دوستی دیگه، اسمش جدول قهر نیست که. بنابراین ب غیر آخر رو میاریم داخل جدول و دستش دراز میمونه. بعد شروع میکنیم شعری که راجع به جدول رو میخونیم. میگیم این به ناز و تنها نشسته بود تو کوچه، غمگین و تنها بودش، کی میاد باهاش دوست بشه؟ آ آ آ آ. به با آمیشه با، به با آمیشه با، به با آمیشه با. و این باید اینقدر تکرار بشه. البته این شعر چون
ملایم قشنگه، خیلی زود حفظش میکنن. اما این تیکه به با میشه با رو خیلی باید تمرین کنید، چون ساخت کلمات گفتیم بستگی به همین داره. بنابراین اینقدر باید تکرار بشه که بچه‌ها تا با رو دیدن یادشون میاد که این با، یا تو دلشون سریع خودشون بپرسن به با میشه با، و با رو بلند بگن. در رابطه با جدول دوستی دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، چون قبلا راجعش صحبت کردیم، نمیخوام وقتتون اینجا گرفته بشه. بنابراین میریم وارد مرحله بعدی میشیم که معرفی کلمات جدیده، یعنی هر کلمه جدیدی که بچه‌ها الان با خوندن آبه میتونن بنویسن، که اینجا پر از کلمات بی‌معنیه ولی هیچ اشکالی نداره چون ما نیاز به تمرین داریم و پس اشکالی نداره. کلماتی مثل آب، با، آبا، آبابا، بابا، با، باب، باباب، آباب، تمام این کلمات که با آ و ب میشه ساختتشون. همه اینا رو روی تخته بنویسید. بچه‌ها سعی کنن که بخونن. شما اگر نتونستن کمکشون کنید. بعد میریم مرحله روانخوانی از روی درس که بچه‌ها درس کتاب روانخوانی رو باز میکنن، از روش میخونن. میتونیم برای ایجاد انگیزه و به خاطر اینکه اسم بابا رو یاد گرفتیم یه نامه‌ای رو از قبل تهیه کنیم برای بابا که بچه‌ها فقط قسمت جای خالی که بابا نوشته میشه رو با دستخط خودشون بنویسن و هدیه بدن به پدراشون. بعد سراغ کتاب نگارش میریم. قبلا مراحل تمام این آموزش ها رو من داخل ویدیوهای قبلی گذاشتم، نمیخوام توضیح اضافه بدم. فقط بدونین که کتاب نگارش ما 3 صفحه هست برای هر نشان فعلا. ما میتونیم در 3 روز مختلف انجام بدیم، یا اگر کتابکار و کاربرگ و چیزهای دیگه دارید برای انجام دادن، میتونید نگارش رو به 2 قسمت تقسیم کنید، در 2 روز انجام بشه و روز سوم رو اختصاص بدید به کتابکار، کاربرگ، روانخوانی اضافه و تمرینات بیشتر. بعد از اینکه تمام اینها تدریس داده شد، هم برای مشق منزل هم برای خونه سرمشق داشته باشیم. اگر دفترهای آماده سرمشق استفاده میکنید که خودشون دارن، اگر نه خودتون قرار سرمشق بدین یا اولیا قرار سرمشق بدن، تمام این کلمات حتما توی سرمشق ها استفاده بشه. از همینجا ما میتونیم تمرینات مربوط به صداگذاری رو شروع کنیم، مربوط به بخش کردن رو شروع کنیم. انواع اقسام سوالات وجود داره، از همین الان با همین کلمات میشه شروعش کرد که بچه‌ها تا حجم کمه سوالات رو بشناسن. بعد روانخوانی تمرین بشه، حتما جدول دوستی تمرین بشه تا بچه‌ها از همین ابتدای کار خودشون به زحمت بندازن و سعی کنن که کلمات رو بخونن. اگر تمام این نمونه سوالات رو بذاریم یه چند تا نشانه بگذره و بعد جلوی بچه‌ها بذاریم، بچه‌ها یه مشکل درک سوال دارن، یه مشکل خوندن کلمات و نوشتن کلمات رو دارن. پس الان که کلمات هنوز به 10 تا نرسیده، ما اینها رو شروع کنیم که بچه‌ها بدونن که اصلا سوالات ازشون چی خواسته. اگر دنبال نمونه سوال و طراحی سوال هستید، میتونید ویدیوی مربوط به طراحی سوالات رو ببینید و با بیش از 30 مدل سوال برای کلاس اول آشنا بشید. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین. مراقب خودتون باشید و بدرود.